با آنتی ویروس سیستمت مشکل داری، کلافت کرده، هرچی بازی نصب میکنی میزنه کرکاشونو پاک میکنه و نمیذاره اجرا کنی، اعصابت هم خورده میدونم، ولی نگران نباش. اومدم با 3 تا طرفم بهت یاد بدم که چطوری آنتی ویروستو غیر فعال کنی که دیگه نتونه بزنه کرکاتو پاک کنه. و اینکه میخوام بهت یاد بدم تو این ویدیو چطوری ویندوزو تاکتیو کنی و این والپیپر جذاب متحرک رو بذاری روی سیستم. پس با من و کانال ترفندزون تا آخر این ویدیو همراه باش و منو حمایت کن. بزن بریم. Let's go. خب دوستان، بیاین این 3 تا روش غیر فعال سازی آنتی ویروس رو بهتون یاد بدم. اولین روشی که میخوام ازش بهتون یاد بدم یه روش کاملا بی دردسره که شاید خیلیاتون بلد باشین و بهش میگن یه روش موقتی که شما وقتی سیستم رو روشن میکنید و اونو غیر فعال میکنید تا وقتی که سیستم رو خاموش کنید و بعدش اگه روشن کنید دوباره فعال میشه خودش. ما وارد ستینگ میشیم، قسمت Privacy and Security و گزینه Windows Security رو میزنیم و وارد بخش Virus and Threat Protection میشیم. تو بخش Manage Setting گزینه Real Time Protection رو آف میکنیم و این روش شد روش موقتی غیر فعال سازیش. روش دوم که میخوام بهتون بگم روشی که مورد علاقه خودمه و خودم خیلی یعنی ازش نتیجه دیدم و کاملا اثر بخشه. شما همون سفر میاد پایین و بخش اکسلوژن گزینه Add or Remove Exclusion رو میزنید و اینجا شما میتونید اون پوشه و یا اون آیکون بازی که فکر میکنید آنتی ویروس فایل کرکش رو داره پاک میکنه رو اینجا انتخاب کنید. مثلا شما هر فایلی رو میتونید اینجا انتخاب کنید، هر بازی انتخاب کنید. مثلا من اینجا فایل مودرن وارفار 2 رو انتخاب کردم تا فایل اجرای بازیشو حذف نکنه. این روش بهترین روشه در واقع. روش دیگه ای هم داره که اونو من تو ادامه ویدیو بهتون میگم، ولی خب در واقع آنتی ویروس ویندوز 11 آنتی ویروسی نیست که به صورت دائم غیر فعال بشه، چون رسالتش خیلی روی امنیت سیستم عامله و این ویندوز اجازه نمیده که شما به صورت دائمی غیر فعالش کنید و هنوز روشی هم براش تعریف نشده. خب از اینجا در میایم و کلید ویندوز آر رو میزنیم و اینجا گزینه gpedit.msc رو که اینو براتون توی دیسکریپشن هم می نویسم کپی کنید بندازید اینجا و واردش بشین. اینجا که وارد شدید توی قسمت Computer Configuration گزینه Administrative Temples رو انتخاب میکنید و وارد Windows Component میشید. گوشه رو باز میکنید، میاد پایین به قسمت Microsoft Defender Antivirus. اینو که انتخاب کردین میاد پایین و فایل Turn Off Microsoft Defender Antivirus رو انتخاب میکنید و اینجا گزینه Enable رو میزنید و این دیگه غیر فعال شد تا وقتی که ویندوز حالا خود به خودش آپدیت کنه و برگردونه به تنظیمات کارخونه و دوباره این در واقع غیر فعال بشه. و خب اینم یه جور روش دیگه، ولی من روش دوم ترجیح میدم. کاری با این نداریم، اینو میبندیم و میایم سراغ اکتیو کردن ویندوز. شاید یه وقت دیدید اینجا که گزینه not active یا active protection یه همچین چیزی میاد و نمیذاره به یه سری از آپشن های ویندوز مثل تعویض
والپیپر و اینا دسترسی داشته باشید و کلا رو مختونه دیگه. تنها روشی که میتونم بهتون بگم اینه که وارد مرورگرتون بشید و اینجا سرچ کنید اکتیو کردن ویندوز 11. سایت اولی که باز میشه سافت 98. اینجا کرک ویندوز 11 واردش میشید و اینجا با حجم 155 کیلوبایت اینو دانلودش میکنید. دانلود که شد میرید تو پوشه، اینو اکسترکتش میکنید، واردش میشید و این فایل رو ران میکنید. به صورت ران ادمینستریتور ران میکنید و اینجا میبینید که تو صفحه کامند پرام یه همچین چیزی باز میشه که شما گزینه 1 رو بزنید ویندوزتون اکتیو میشه. من الان 1 رو میزنم و در حال اکتیو کردن ویندوزم. البته چون من اکتیو کردم، ولی خب زیاد مشکلی نیست. وقتی همچین پیامی براتون اومد یعنی ویندوزتون اکتیو شده. خب کاری با این نداریم. و خب اون روشی که الان میخواستم بهتون بگم که این والپیپر جذاب گوست آف یوتا رو بذارید روی سیستمتون، شما باید وارد کرومتون بشید و اینجا سرچ کنید لایولی والپیپر. من اینجا از قبل سرچ کردم. وارد سایت اول میشیم و با همین آیکون اینو دانلود میکنید با حجم 218 مگابایت. وقتی اینو دانلود کردین نصبش میکنید که نصبش هم کاری نکنید و واردش بشید. اینجا به صورت دیفالت یه سری والپیپر متحرک داره که انصافا هم والپیپرهای قشنگی، ولی خب شما باید وارد یه سایتی که الان بخوام بهتون معرفی کنم بشید و از اونجا در واقع هزار والپیپر متحرک جذاب داره که میتونید بر اساس سلیقه خودتون انتخاب کنید تو سایت mylivewallpapers.com. اینجا هر نوع والپیپر جذاب متحرکی که فکر میکنید هست، بر اساس سلیقه‌تون میتونید انتخاب کنید و دانلود کنید. و وقتی دانلود کردید توی این قسمت، یعنی این قسمت به علاوه، اینو که بزنید میتونید اینجا چوز فایل رو بزنید و فایلتون رو انتخاب کنید حالا تو اون قسمتی که دانلود شده و گزینه اوکی رو بزنید و اینجا اد بشه. و اینجا میتونید مثلا بذارید من تعویض کنم تا شما ببینید. مثلا اینجوری میتونید تعویض کنید، سویچ کنید. خب دوستان، این هم از 3 تا ترفندی که امروز میخواستم بهتون یاد بدم. امیدوارم براتون کاربردی و مهم باشه و خیلی خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. کانال ما رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید برامون بگید از چه نوع ویدیوها و از چه نوع ترفندهای خوشتون میاد تا ما تلاش کنیم و براتون ویدیوهای بهتری بسازیم. امیدوارم که به هر چی که دلتون میخواد برسین، حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.